سلام، به تستامینوفن خوش اومدید. میخوام یه تست نمودار سرعت زمانی با هم بررسی کنیم و یه تکنیک باحال یاد بدم، برو حالش رو ببر. نگاه کن. میگه نمودار سرعت زمان دو تا متحرک آ و ب توی محور ایکس حرکت میکنه شکلی. مسافت، مجموع مسافتی دو تا متحرک تو بازی زمانی 0 تا 10 ثانیه طی میکنه چقدر؟ اول این کجاست؟ ببین در نمودارهای سرعت زمان، مساحت زیر نمودار میشه اون چیزی که جسم داره حرکت. حالا اگر بالای محور رو با علامت مثبت، پایین محور رو با علامت منفی در نظر بگیریم، جابجایی به ما میده. اگر علامت‌ها رو بیخیال شیم، هر دو تا رو مثبت بگیریم، به ما مسافت میده. الان متحرک من تو این بازه زمانی قرار هست ببینیم که دو تا متحرک چه مسافتی رو طی کرد. خب برای که چیکار کنیم؟ خب من باید در واقع اول بیام مثل سوال قبلی که توی امتحاناتون حل کردیم، شتاب این رو به دست بیارم. اوه خیلی زمان میبره. یه کار دیگه بکنیم. بیا از تالس استفاده کنیم. چجوری؟ میگم که این این مثلث رو نگاه کن. یه مثلثی داریم اینجا و اینجا. خب حالا من اگر بتوانم این مسافت اینجا رو، این مقدار رو به دست بیارم، میشه خواسته ایسون. بریم تکنیک باحال با هم استفاده بکنیم. نگاه کنیم بچه‌ها، دو تا مثلث با هم شباهت دارن. نگاه، این زل و این زل نسبتشون رو بنویسیم. 20 تا منفی 15 میشه 35 تا. این زل تا این زل نمیدونم چقدر، اسمش رو میذارم V1 مساوی با نسبت این دوتا بزرگه به کوچیکه میشه نسبت بزرگه یعنی 20 به کوچیکه یعنی 10. این اگر حلش بکنیم سرعت اندازه اون تغییرات سرعت دو تا متحرکمون به دست میاد. میشه چقدر؟ دو تا رو بزنیم. V1 میشه یه دونه 35 ضرب در 2 تقسیم بر 2 تا میشه 17 و یعنی اندازه تغییرات سرعت متحرک رو این خط 17 و درسته. حالا میخوام مساحت اینجا رو به دست بیارم. مساحت اینجا چجوری به دست میاد؟ میشه یه زوزنقه ساده دیگه. میگیم که سطح زیر نمودار اون قسمتی که خواسته برابر است با کوچیکه یعنی 17 و نیم به اضافه بزرگه یعنی 20 تا منفی 15 35 ضرب در ارتفاع اینها یعنی از اینجا تا اینجا میشه 10 تا تقسیم بر 17 و 35 جمع کن ضرب در 2 تقسیم بر 2 قرآن کنیم میشه 262.5 متر مسافت. یعنی گزینه 2 و